انسان از این تا اونجا و همونجا نمیاید که همون قال الله و قال رسول بشنود و همون ویتامین عشق الله در انسان آرامش میآورد. خداوند خود بیان میکند الا بذکر الله تطمئن القلوب. خداوند میگه آگاه باشید که فقط و فقط با ذکر من در دلهای شما آرامش پیدا میشود. قلب انسان همون وقت آرامش پیدا میکند که در اون عشق خدا باشد، عشق رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد. وقتی که این دو در قلب بنده باشد او دل آرامش پیدا میکند. و من تبع هدای فلا یضل ولا یشقی. و اون نفری که تابع هدایت نشود حالی او چی میشود؟ این چی بود تابع هدایت؟ تابع هدایت اون است که وقتی که در کره زمین در اطراف خانه کعبه رو بین حبشی هم، تاجیک هم، ازبک هم، روس هم، انگلیس هم، تمام از لفظ و ملت دنیا همه در اطراف خانه کعبه چرخ میزنند. کسی از کسی بالا نیست، همه یکدیگر احترام میکنند. خداوند جل جلاله برادر بودن ما و شما مسلمان ها در کره زمین اعلام کرد که این نمل مؤمنون اخوه. همه مؤمن هایی که در روی زمین هستند لا اله الا الله میگن اونها به یکدیگر برادر هستند، اونها به یکدیگر محبت دارند. خداوند جل جلاله وصف میکند بنده هاش که امتان رسول الله صلی الله علیه و سلم در اخیر سوره مبارکه فتح استعذ بالله محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم بین یکدیگر را رحم و شفقت دارند. ولی ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه صحابه جلیل القدر پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت بلال حبشی را گفت یا ابن السودا، ای بچه سیاه، ای بچه کسی که مادری تو سیاه پوست است، همین قدرگاه دیگر گفت از دین حقارت دشنام چلی که روز در بین مردم است میخیرنی فقط میگه یا ابن السودا گفت. پیامبر صلی الله علیه و سلم صحابه خبر داد یا رسول الله ابوذر غفاری بلال حبشی یا ابن السودا گفت ای بچه سیاه. حضرت بلال چی بود؟ حبشی بود. پیامبر گفت یا ابوذر انک رجل فیک خصلة جاهلیه. ای ابوذر تو نفر هستی که در وجود تو حالا هم خصلت جاهلیت مانده است. خصلت جاهلیت در وجود تو حالا هم مانده است. و حضرت ابوذر غفاری و نزد بلال حبشی آمد در بین صحابه ها. ولی بگی اگر امروز تمام علمای روی جهان را جمع کنیم، عبادتاشون را جمع کنیم، اولیاء الله را جمع کنیم، مفسرها را جمع کنیم، محدثها را جمع کنیم، ذاکرها و عابدها و عارفها را جمع کنیم و خاک پای یک صحابه برابر نمی‌شود. همینها و خاک پای صحابه برابر نمی‌شود و کمترین صحابی پیامبر برابر نمی‌شود. ببین کدام ما این کار را بکنیم؟ ابوذر در نزد صحابه ها بلال حبشی را گفت ای بلال من حاضر در زمین و پشت می‌افتم تا قدم اگر در روی ما مانده نگذاریم تا اجازت نمیتون بگذاریم. و چی خاطر؟ و همه قدرگاه که بلال را گویی ابن السودای و چه سیاه ببین تا اگر ای بلال گفت قدم در روی ما مانده نگذاریم تا اجازت نمیتون بگذاریم. ببین ایمان را ببین، اسلام را ببین، رحم و شفقت و مهربانی را ببین. امروز در کی همه چیز وجود دارد و این درجهش در یگان انسان وجود ندارد که بلال حبشی چی از زمین برداشت در آغوش کشید از فشانش بوسه کرد گفتن برادر این هستی بخشندگی صفت پروردگار است. ببین رحماء بینهم بین یکدیگر رحم و شفقت
هر کسی که تابع هدایت می شود، تابع قرآن، تابع